باعثی شد که روزگار خانه سر ما فشار آمد. اینجا کار بار نیست، غریبی نیست. به مخاطر ایران میره. امروز کی میری؟ امروز لالایم است. خودت هستی؟ سلام، خوب هستی؟ سلام علیکم. برادرت است؟ خب اینجا باز کی مانده در خانه؟ در خانه پدرم مانده. تنها پدرت؟ پدرم. خودت خوب هستی؟ الحمدلله. نامتان؟ خدا داد سادات. سادات. خدا داد. سادات صاحب چرا میری؟ به خاطر کاربار نیست، افغانستان میریم کاربار کنیم. به خاطر کاربار میری؟ بله ها. قبلا در پروان چی کار میکردی؟ قبلا به مدیرکاری. ای چی کار میکرد؟ این کاری مدرسه بود. این قاری مدرسه هم هستی؟ اگر بگیم نرو بازم میری سر اونمو یک خواسته که داری استاد هستی دیگه؟ چی کار میکن؟ چی کار کرده میتون چون خورد هستی خودت؟ در رستوران کار کرده. خب ایران رفته بودی قبلا؟ نه. در اینجا در رستوران کار میکردی؟ کدام بخش رستوران؟ بخش زنانه. زنانه. آها. باز بدرفتاری نیروهای پلیس همراه مردم شریف افغانستان، خودت خبر شدی از بدرفتاری؟ بازم میری؟ ای کجا ایران؟ بله ها. از دیپورت، از بدرفتاری و از شکنجه افغان‌ها توسط پلیس. بله در تلویزیون ها دیدیم. چطور که بازم میخوای بری؟ مجبور هستیم دیگه، چاره نیست. اگر همینجا یک کراچی بگیری یا مثلا یک دکانک جور کنی نمیشه؟ پیسه دکان نیست، کراچی گرفتیم نشد کار، نشد کاربار. یا در 200-300 قناعت نمیشه؟ راست بگو. همین پیسه که 3 وقت نان سر ما تاوان شد، حاجت فایده در جای واقع. 100-200 روپیه میشد دمو کراچی؟ نه. چند میشد؟ 1.5 ساعت میشد، 1.5 ساعت میخوردیم. کراچی چی داشتی؟ کراچی یک تیره.